مهاجرت یکی از بزرگترین دغدغه‌های دنیای امروزه. از یک سو میتونه فرصت‌های جدیدی رو برای رشد فردی، تحصیلی و شغلی فراهم کنه و از سوی دیگه چالش‌های سازگاری با فرهنگ و زبان جدید، دوری از عزیزان، اضطراب، ابهامات شغلی و تبعیض رو به همراه داشته باشه. روانشناسی مهاجرت به بررسی چالش‌های روانی ناشی از مهاجرت می‌پردازه و با ارائه راهکارهای عملی به فرد در 3 مرحله زمانی قبل، حین و پس از مهاجرت کمک می‌کنه. ترس از ناشناخته‌ها و ابهامات باعث نگرانی و اضطرابه. روانشناسی پیش از مهاجرت به فرد کمک می‌کنه تا نگرش واقع‌بینانه‌ای به واقعیت‌های زندگی در یک محیط جدید داشته باشه و به این درک برسه که کشور مقصد سرزمین رویاها نیست. در روانشناسی حین مهاجرت فرد قادر خواهد بود نسبت به ترس خود آگاه بشه و به این بینش عمیق برسه که بخش بزرگی از این نگرانی‌ها غیر واقعی و ترس از ناشناخته‌ها و ابهاماته. همسو نبودن تصورات ذهنی با واقعیت زندگی در کشور مقصد باعث میشه که افراد احساس سردرگمی و اضطراب کنند و به درک جدیدی از حس از دست دادن، تبعیض و حاشیه‌نشینی اجتماعی برسند. مراوده با افرادی که نمیشناسند و همزبان اونها نیستند. اختلاف فرهنگی و حتی تفاوت در آداب روزمره میتونه در ابتدا بسیار آزاردهنده باشه و افراد رو به سمت انزوا و افسردگی سوق بده. روانشناسی بعد از مهاجرت به فرد کمک میکنه که با تغییرات زندگی جدید سازگار بشه و نگرانی‌های ناشی از اون رو کنترل کنه. قبل از مهاجرت مطالعه کافی درباره فرهنگ، اقتصاد، آداب و رسوم و حتی عادات غذایی کشور مقصد داشته باشید. زبان اون رو یاد بگیرید و داشتن یک تخصص به عنوان ابزاری برای پیدا کردن شغل الزامیه. با دوستان و خانواده در ارتباط باشید و با اونها درباره مشکلات و نگرانی هاتون صحبت کنید. تغییر در سبک زندگی و توجه به تغذیه و ورزش به کاهش استرس و افسردگی کمک میکنه. گوش کردن به موسیقی باعث ارتقای سلامت عاطفی و افزایش بهزیستی روانیه. آگاهی از مهارت‌های زندگی به فرد کمک میکنه تا در موقعیت‌های مختلف مؤثرترین واکنش رو نشون بده. با کمک گرفتن از یک روانشناس همزبان، مهارت‌های زندگی را آموخته و بحران ناشی از قبل، حین و بعد از مهاجرت را مدیریت کنید. مشاوران و روانشناسان دپارتمان تعلیم و تربیت دانشگاه بین‌المللی نورثوست همیشه در کنار شما هستند.